سلام، من فرشته صبحانی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی کودک و مدیر مرکز بهداشت. برای دوستانی که تو مرکز هستن یک کارگاه برگزار کردیم در زمینه عزت نفس کودکان. این کارگاه نکته‌های ارزشمندی توش گفته شد. سوالاتی که والدین پرسیدن سوالات جالب بود که برای خود منم جدید و جالب بود. دوست دارم که حوصله کنین این ویدیو رو تا آخر نگاه کنین، هم نکته‌هایی در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس یاد میگیرین و هم سوالا ممکنه سوال شما هم باشه. در ضمن اگه سوالی دارین که جز سوال این والدین نیست میتونین برام کامنت کنین، حتما بهتون پاسخ داده میشه. این کارگاه رایگانه، اما موضوعاتی که قرار توش گفته بشه بسیار جدی و مهمه. دلم میخواد شما هم جدیش بگیرین و در واقع راهکارها رو انجام بدین تا تاثیرش رو ببینین. پس برای اینکه از جدی بودنش مطمئن بشم، دلم میخواد همتون حداقل یه خودکار و کاغذ کنار دستتون باشه، نکته‌های مهم رو یادداشت کنین. از فردا انشاءالله، یا بهتر بگم از بعد از تموم شدن این کارگاه، اقدامات عملی رو انجام بدین. امیدوارم که از پیش آماده کرده باشین، ولی اگر نه، حالا تا من مقدمات رو بگم لطفاً آماده کنین، همراهتون باشه. خب بریم ببینیم قراره تو این کارگاه چی یاد بگیریم. ما قرار راجع به عزت نفس صحبت کنیم. اصلا عزت نفس چی هست؟ تفاوتش با اعتماد به نفس چیه و چجوری میتونیم با طریق یه سری از راهکارهای عملی کمک کنیم این عزت نفس توی بچه‌هامون شکل بگیره و اگرم آسیب دیده، خدایی نکرده، راهکارهایی رو یاد بگیریم که ترمیمشون بکنیم، نه اینکه این عزت نفس رو آسیب دیده رها بکنیم و بره. خب وقتی که ندونیم داریم راجع چی حرف میزنیم، راهکار خیلی کمکمون نمیکنه. مطمئنم خیلی از مطالبی که توی کلاس داریم میگیم شاید جسته گریخته تو فضای مجازی، مطالعات کمی که خودمون داشتیم راجبش یه چیزایی شنیدیم، اما قرار امروز منسجم‌تر و هدفمندتر راجبش یاد بگیریم و راهکارها رو به صورت ریشه‌ای و علتش رو پیدا کنیم و بتونیم انجامش بدیم. برای اینکه در واقع یک کوچولو من ازتون همراهی و همکاری بگیرم، دلم میخواد اونایی که موافقن اول میکروفونشون رو باز کنن و به من بگن که وقتی بچهشون اشتباه میکنه معمولا چه واکنشایی نشون میدن. یکی دو تا از اون جمله هایی که میگین رو بگین بهمون. واقعیتش اینه که واکنش‌های والدین نسبت به اشتباهات بچه‌ها خب خیلی متفاوته. گاهی وقتا سختگیرانه است، گاهی وقتا سهلگیرانه است و همین واکنش‌ها هست که آینده بچه رو میسازه و اون عزت نفس رو شکل میده. ما می‌خوایم یاد بگیریم رفتارمون تا اونجایی که امکان داره به رفتار استاندارد نزدیک کنیم. بریم تعریف کنیم عزت نفس رو. عزت نفس در واقع اون احساس ارزشمندیه که هر فردی نسبت به خودش داره. یعنی که من چقدر خودم ارزشمند میدونم، فارغ از دستاوردها، موفقیت‌ها، شکست‌ها و هر دستاوردی که تو زندگی دارم. این احساس ارزشمندی از بدو تولد توی بچه‌ها شکل میگیره. منبعش هم والدین، افکار و محیطیه که بچه توی اون قرار گرفته و داره رشد میکنه. بنابراین نقش ما به عنوان والد در سالهای پیش دبستان خیلی مهم و ارزشمنده و لازمه که روی این موضوع متمرکز باشیم. گاهی وقتا ما به اشتباه این احساس ارزشمندی بچه‌ها رو گره میزنیم به اون سطح توانمندیشون، یعنی به خاطر اینکه خیلی خوشحال شدم نمره خوبی گرفتی، چون موفق شدی، چون رتبه رو آوردی، و برعکس اگه موفق نشن، نمره خوبی نیارن، حرف گوش ندن یا اون انتظارات ما رو برآورده نکنن، اون ارزشمندیش رو از دست میدن و این احساس دوست داشتنی بودن رو متاسفانه از ما دریافت نمیکنن. خیلی مهمه بدونیم که عزت نفس پایه سلامت روانه. این موضوع که دارم میگم خیلی نکته مهمیه. پایه سلامت روانه. یعنی ما اگر که قرار باشه یک فردی با سلامت روان نسبی باشیم در کودکی و بزرگسالی، خیلی مهمه که عزت نفس داشته باشیم. و پایه این عزت نفس چیه؟ پذیرش بی قید و شرط فرد. یعنی من به حکم اینکه فقط وجود دارم ارزشمندم، نه اینکه چه دستاوردهایی دارم، چه موفقیت‌هایی رو دارم، چه انتظاراتی رو از دیگران برآورده میکنم.
و حالا جلوتر صحبت میکنیم راجع به اینکه چجوری این پذیرش بی قید شرط رو داشته باشیم و چجوری وابسته نکنیم خودمون رو، دوست داشتن بچه‌هامون رو به دستاوردهاشون، و یاد میگیریم چه نکته هایی که باعث میشه این احساس ارزشمندی به خطر بیفته رو مدیریتش بکنیم. یه مفهوم که خیلی تو فضای مجازی، تو اصطلاحات روزمره اشتباه گرفته میشه، با عزت نفس اعتماد به نفسه. این دو تا تعریف رو ما همیشه در کنار همدیگه به کار میبریم. بگیم اعتماد به نفس و عزت نفس انقدر در کنار هم به کار برده شدن که گاهی وقتا به اشتباه فکر میکنیم که این دوتا یکی هن، در صورتی که دو تا مفهوم مستقل از هم دیگن، با هم ارتباط دارن اما مستقل از هم دیگن. عزت نفس رو با هم دیگه تعریف کردیم، یعنی اون احساس ارزشمندی که من دارم. اعتماد به نفس چیه؟ باور فرد به توانمندی‌هایی که داره، این که من از پس چه کارایی میتونم بر بیام. اعتماد به نفس موضوع مهمیه، اما برخلاف عزت نفس که ریشه‌ای و گسترده است و شامل ابعاد مهم شخصیت ما میشه، میتونه تو حیطه‌های خاصی باشه. مثلا من میتونم توی یه حوزه اعتماد به نفس داشته باشم، تو حوزه دیگه اعتماد به نفس نداشته باشم. من میتونم اعتماد به نفس رانندگی داشته باشم اما اعتماد به نفس مثلا آشپزی کردن برای یه مهمونی 20 نفره رو نداشته باشم. بنابراین به خاطر همینه که ما میگیم عزت نفس مهمتر و پایه‌ای تره و عزت نفس در واقع اگر نباشه حتی میتونه اعتماد به نفس رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده. این از تعریف اعتماد به نفس و عزت نفس و ارتباطشون با هم دیگه. اگر که ما عزت نفس نداشته باشیم، حتی اگر توانمندی هایی داشته باشیم، حتی اگر به توانمندی هامون باور داشته باشیم، خیلی نمیتونیم ازش استفاده کنیم، به عرصه ظهور بذاریمش و بتونیم از داشتن اون توانمندی ها لذت ببریم، چون همیشه احساس میکنیم کافی نیستیم. حتی اگر اون توانمندی باشه که در واقع مورد قبول باشه از جانب دیگران، ما خودمون ازش رضایتی نخواهیم داشت. میشه یه مثال برای عزت نفس بزنید؟ آدمی که عزت نفس دارن خودشون رو ارزشمند میدونن، فارغ از هر دستاوردی که دارن. میدونن که دلشون میخواد، در واقع احساس ارزشمندی میکنن، خودشون رو دوست دارن، دلشون میخواد که میدونن که مورد پذیرش دیگران هستن، حتی اگر خطا بکنن، حتی اگر اشتباه بکنن، میدونن اون یه مرحله از زندگیه و در واقع گذراه. احساس ارزشمندیشون، احساس کفایتشون با شکست‌ها و ناکامیاشون تحت تاثیر قرار نمیگیره. اما بچه‌هایی که افرادی که عزت نفس ندارن، در واقع با هر شکست و ناکامی میشکنن و در جا میزنن و دیگه توان بلند شدن و ادامه دادن ندارن. اعتماد به نفسشون هم درسته؟ بله، به خاطر همین میگیم پایه اعتماد به نفس عزت نفسه. در واقع چون گفتم ما اگر خودمون رو ارزشمند ندونیم، توانمندی هامون هم ارزشمند نمیدونیم. تمام ابعاد شخصیتی ما مربوط میشه به عزت نفس. توانمندی هامون رو ارزشمند نمیدونیم، دستاوردامون رو ارزشمند نمیدونیم. آدمایی که عزت نفس پایین دارن خیلی وقتا آدمایی هستند که در حوزه‌های خیلی زیادی تلاش میکنن، حتی دستاورد دارن اما دستاوردهای خودشون رو نادیده میگیرن. فکر میکنن این مهم نیست. میگن نه بابا این که چیزی نیست، همه میتونن، نمیدونم این مهم نیست، و احساس میکنن که این دستاوردها در واقع اهمیتی نداره. مثال روزمرهش ما خیلی داریم. طرف غذا درست میکنه، مثلا میگیم که دست درد نکنه غذایش، نه بابا این که چیزی نبود، نه قابلی نداشت. کادو میخره برای یه نفر، قابلی نداشت، این مثلا یه چیز خیلی کوچیکه، این که ارزشی نداره. برای دیگران کار انجام میده، نادیده میگیره، ارزشی قائل نمیشه برای کار خودش. و اگر خودش رو ارزشمند ندونه، متاسفانه دیگران هم به این شکل پیش میرن و اون رو ارزشمند نمیدونن و این چرخه باطل ادامه پیدا میکنه متاسفانه. بریم سراغ این که نشانه های عزت نفس پایین رو بشناسیم و بتونیم شناساییش بکنیم. بچه‌هایی که عزت نفس پایینی دارن، در واقع
نیاز مداوم به تایید دارن. شاید شما این تجربه رو داشته باشید. من دوست داری؟ ما این کارم خوب بود. من الان بچه خوبی بودم. دائما تایید میخوان برای اینکه ببینن که واقعا به اندازه کافی تونستن اون انتظارات محیط رو برآورده بکنن یا نه. بچه‌هایی که عزت نفس پایین دارن از اشتباه کردن خیلی میترسن و خودشون و تجربیاتشون رو بسیار محدود میکنن که نکنه خطا بکنن و این احساس ارزشمندی بیش از این به خطر بیفته. خیلی سرزنشگرن، حالا یا به صورت نمود بیرونی دارن خودشون سرزنش میکنن یا به صورت گفتار درونی دائما این سرزنشگری رو دارن و سعی میکنن رفتارهای جبرانی داشته باشن. همش سعی میکنن دیگران راضی نگه دارن. اگر خطا میکنن هی سعی میکنن ببخشید بگن، عذرخواهی کنن که دیگران رو بابت اون خطاشون بخوان در واقع راضی نگه دارن. مستمر و زیاد خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن و این باعث میشه که توانی که باید صرف رشد، پیشرفت و ارتقا بشه صرف در جا زدن بشه و این اضطراب زیادی رو براشون به همراه داره. هیچ کدوم از این نشانه‌ها رو تو بچه‌هاتون می‌بینین؟ اولا که ما هیچ وقت یه دونه نشانه رو در نظر نمیگیریم. خب مجموعه یه سری از موارد باید باشه و فراوانیش زیاد باشه. اما خب اینم باید بررسی شه. حالا تا آخر در واقع همراه ما باشین. تکنیک ها میتونه کمک کننده باشه. خب بفرمایید. پسر من خب مثلا تشکر زیاد اصلا نمیکنه. بعد مثل یه کاذب مثلا هستش، نمیدونم کاذب بهش میگن چی میگن، مثلا اگه چیزی براش میخریم میگیم تشکر کن، یا مثلا کسی چیزی بهش میگیم تشکر کن، اصلا جمله رو به کار نمیبره. خودشون مثلا به یه راه دیگه میزنه، خودشون حواسش جمله اصلا به کار نبره. این میتونه مثلا بد باشه یا خوب میتونه باشه که تا موقعی که خودش مثلا نه عذرخواهی میکنه نه مثلا تشکر میکنه. بله، مرسی که مشارکت میکنین. این باعث میشه که یه سری از نکته ها در واقع که بفهمه. خانم شرله سلام. من میخواستم که پسر من مدام تایید منو که مثلا انتخاب من به چیزایی که میخواد برای خودش بخره رنگش همش میخواد نگاه تایید منو بگیره، اشتباه نکنه. حالا نمیدونم همون حساب نفس تایید. حالا در ادامه بیشتر با هم صحبت میکنیم. مرسی از همتون که هستین تو این جمع، چون یه نشانه‌هایی هست که به نظر میرسه دونستن این مطالب خیلی کمک کننده باشه. در مورد نکته‌ای که شما گفتین خانم یاوری، لازمه که بین عزت نفس و خودشیفتگی و خودبرتربینی یه تمایزی قائل بشیم. افرادی که عزت نفس دارن خودشون رو دوست دارن، دیگران رو هم دوست دارن. یعنی میدونن که هم خودم ارزشمندم هم دیگران ارزشمند هستن. اما افرادی که خودشیفته هستن خودشون رو دوست دارن اما احساس میکنن که دیگران باید در خدمت اونها باشن و اینا دو تا حوزه متفاوته. و اگر ما عزت نفس رو اصولی در فرزندمون پرورش بدیم باعث میشه که عزت نفس سالم شکل بگیره تو فرزندمون. حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم. شما الان خیلی میبینیم توی جامعه متاسفانه از اونجا که تو فضای مجازی راجع به عزت نفس صحبت میشه اما میگن کسی که خودش رو دوست داشته باشه، میبینیم همه رفتن از این ور بوم دارن میافتن من همینم که هستم، بقیه باید منو بپذیرن، بقیه باید منو دوست داشته باشن و این داره ماجرا رو بیش از پیش سخت میکنه. به ما در روانشناسی همه رفتارامون توی طیفی قرار میگیره، از کمترین حد که 0 تا بیشترین حد که 100 هست. هر دو سر طیف 0 تا 100 در واقع رفتارهای آسیب‌زا. اون چیزی که مهمه اینه که ما در وسط و در تعادل قرار بگیریم. اگر قرار باشه که من خودم ارزشمند ندونم، خودم رو دوست داشتنی ندونم، یه آسیبه. اگر اینکه فکر کنم که نه من دیگه تافته جدا بافتم هستم، به همون میزان ممکنه آسیب‌زا باشه. حالا در ادامه موضوع رو بیشتر با هم دیگه راجع بهش صحبت می‌کنیم. همینجور که در واقع گفتی خیلی از این در واقع نشانه ها در بچه‌های ما هست که بعضیاش ناآگاهانه اتفاق افتاده
پس ضرورتش احساس میشه که ما به عنوان یه والد آگاه بدونیم که این نشانه ها در فرزندمون چه پیامی داره برای ما و باید چیکار بکنیم تا اونجایی که ممکنه اصلاحش بکنیم. چرا برامون انقدر عزت نفس مهمه؟ برای اینکه در کودکی ممکنه این عزت نفس پایین یه سری مشکلات رفتاری برای ما ایجاد کنه. مثلا که ظاهرش این باشه بچه‌م از دیگران عذرخواهی نمی‌کنه، بچه‌م همش میگه ببخشید، بچه‌م نمیدونم کارایی که دوست انجام داره رو دوست نداره، خودش رو دوست نداره. اینا شکل مشکلات رفتاری هست. ولی از آنجایی که ما انقدر اصرار داریم بگیم عزت نفس سنگ بنای شخصیته و همه ابعاد وجودی ما رو در بر میگیره، اگر یک کسی عزت نفس پایینی داشته باشه در کودکی، این مشکل تا بزرگسالی هم متاسفانه ادامه پیدا میکنه و سایه میندازه روی تمام ابعاد شخصیتی ما و تمام حوزه‌هایی که ما درگیرش هستیم، توی روابط، توی ازدواج، توی تعاملات، توی کار، و باعث میشه که ما تمام این حوزه‌ها رو با سختی بخوایم طی بکنیم و رنج زیادی رو گاهن تجربه میکنیم به خاطر نداشتن عزت نفس و گاهی وقتا اصلا لذت یک زندگی شاد رو تجربه نمی‌کنیم، برای اینکه همش احساس می‌کنیم اینا خوب نیستن، من کافی نیستم و یه عالمه تلاش می‌کنیم برای راضی کردن دیگران. اما متاسفانه اگر که این عزت نفس رو نداشته باشیم، انگاری که ما داریم با آبکش آب میبریم و هیچ وقت این آبکش پر از آب نمیشه چون سوراخه. پس بنابراین بهتره که از ابتدا از کودکی این عزت نفس رو شکل بدیم در بچه‌هامون که در بزرگسالی شاهد این مسائل نباشیم. در بزرگسالی پیامدهای طولانی مدتی داره عزت نفس پایین، مثل اینکه اضطراب مداومی رو بچه‌ها تجربه میکنن، افراد در واقع در بزرگسالی. بچه‌هایی که عزت نفس پایین دارن معمولا قدرت تصمیم گیریشون پایینه، خیلی ضعیف عمل میکنن، از ریسک کردن میترسن چون براشون خطا کردن خیلی مورد بزرگیه. همش احساس میکنن هر چقدر بیشتر خطا کنم بیشتر اون احساس ارزشمندی به مخاطره میفته، پس اجتناب میکنن از تجربه کردن، کشف کردن و رفتارهای خود تخریبیشون زیاده متاسفانه و باعث میشه همه مجموعه عوامل گاهن باعث میشه که وارد روابط ناسالمی بشن که اون روابط هم خودش باز آسیبزاه و این چرخه غلط دائما تکرار بشه و زندگی رو کاملا تحت شعاع خودش قرار بده. برای اینکه مامانایی که اینجا هستن بعضیا رو من میشناسم، سن بچه‌ها رو میدونم، سنای متفاوتی هستن. من از بدو تولد تا حدود 12-13 سالگی رو به 3 تایم تقسیم کردم. میگم که توی هر تایمی ما عزت نفس رو به چه شکلی توی بچه‌ها سعی میکنیم شکل بدیم. از بدو تولد تا 3 سالگی که دیگه ریشه های عزت نفس شکل میگیره، رفتارهای کلیدی والدین خیلی تعیین کننده است که این عزت نفس رو چجوری باید ایجادش بکنیم. مهمترینش پاسخ مداوم و مستمر و زود هنگام به نیازهای بچه است. اگر احساس گرسنگی داره، اگر خوابش میاد، اگر مریضه، سریع بهش رسیدگی کنیم و سعی کنیم که اصلاحش کنیم. یه تصور غلطی بود قدیما، نمیدونم الان هنوزم هست، بچه رو بغل نکن بغلی میشه، نمیدونم دوستش نکن، نمیدونم زود به گریهش جواب نده، نمیدونم عادت میکنه. از این داستانا متاسفانه به شدت این موضوع غلطه. هر چقدر ما در سالهای اولیه پاسخهای مؤثر و زود هنگامی بدیم به نیازهای اولیه کودک، بهش این پیام میدیم که تو مهمی و تو ارزشمندی. تماس فیزیکی خیلی کمک میکنه، نگاه محبت آمیز، نوازش کردن، نامگذاری روی احساساتشون، در واقع اون رفتارهایی هستند که کمک میکنه از بعد به تولد تا 3 سالگی عزت نفس شکل بگیره. اما اگر این نیازها نادیده گرفته بشه، اولین چیزی که من درک میکنم که احتمالاً نیازهای من ارزشی نداره، من نیازم خواستم ارزشی نداشته باشه، احتمالاً خودم ارزشمند نیستم. سن 3 تا 6 سالگی سنیه که ما باید اجازه عمل و خطا رو به بچه‌هامون بدیم. تجربه کردن کمک میکنه بچه‌ها استقلال به دست بیارن
و توی اون تجربه کردن ها میتونن کشف کنن، توانمندی به دست بیارن، توانمندیشون رو ببرن بالا. هر چقدر توانمندیشون بره بالاتر، احساس اعتماد به نفسشون و در مقابل ارزشمندی توی چرخه صحیح اتفاق میفته. متاسفانه باز دوباره این از اون رویکردهای جدید فرزندپروریه. ما در گذشته بچه‌ها خیلی سخت کوش باید می بودن و خیلی سخت باید کار انجام میدادن سنای پایین. الان پدر مادرها به خاطر سختی که خودشون در کودکی دیدن خیلی دلشون میخواد که آب تو دل بچه‌هاشون تکون نخوره. مسئولیت به بچه‌ها نمیدن، نیازاشون رو خیلی در واقع خودشون همه رو برآورده کنن. فرصت خطا کردن به بچه‌ها نمیدن، از لباس پوشیدن، غذا خوردن، نمیدونم حموم رفتن. ما تا بزرگسالی میبینیم بچه 8 ساله هنوز موشو بلد نیست شونه کنه، بچه 7 ساله هنوز کفش بلد نیست بپوشه، لباسشو مامان کمک میکنه. بهانه‌های مختلفی هم برای موضوع هست. دیر شده، عجله داریم، نامرتب لباس میپوشه، آخه موهاشو خوب شونه نمیکنه، آخه نمیدونم دست صورتشو تمیز نمیشوره، اگه بره همون موهاش هنوز چرب میبونه و به همون بهانه‌ها کار بچه رو انجام میدن. فرصت کشف کردن، خطا کردن، آزمون کردن از بچه میگیرن و این باعث میشه که تقریبا در واقع ارتباط فرد با جهان بیرون تا حدود خیلی زیادی محدود بشه و من خودم رو لایق این محیط، این در واقع جهان اصلا نمیبینم که بخوام در واقع خودم ارزشمند بدونم. تو این سن نقشتون خیلی مهمه. لطفاً از اون ور بوم نیفتین که بخواین همه کارهای بچه‌ها رو انجام بدین. من حتی میبینم موقع ثبت نام تو مهد کودک و پیش دبستانی معیار خانواده‌هایی میشه که تو این مهد فلانی هست کمک میکنه بچه‌ها برن دستشویی، تو این نمیدونم پیش دبستانی فلانی هست کمک میکنه کفششون رو بپوشن، کاپشنشون رو بپوشن و این غلط‌ترین در واقع امتیازاتیه که ما داریم در اختیار بچه‌ها قرار میدیم. این حوزه‌ایه که همیشه خیلی مامانایی که منو میشناسن میدونن که برام مهمه و بارها روش تاکید کردم. امیدوارم که بله لایک‌ها هم داره نشون میده. اهمیتش رو خیلی بیش از این باز نمی‌کنم برای اینکه در واقع مطالب اون میمونه. سن بعدیمون 6 تا 12 سالگیه، سالیه که مهارت‌ها دارن توسعه پیدا می‌کنن و هویت داره شکل میگیره. تو این سن بچه‌ها میرن توی گروه همسالا مقایسه میشن خیلی زیاد. بخش زیادیش از طریق مدرسه، بخشش از طریق در واقع خانواده. این مقایسه با گروه همسالا اتفاق میفته و متاسفانه مقایسه معمولا روی نتیجه است. نمره، دستاورد، امتیاز، رتبه و این باعث میشه که ما برخلاف اون تعریف که از ارزشمندی داریم وابسته کنیم احساس ارزشمندی رو به دستاوردها بدون در نظر گرفتن پشتکار، مسئولیت پذیری، توانمندی و مهارت‌هایی مثل برنامه‌ریزی، حل مسئله کردن و میندازیم ناخواسته دانش آموزمون رو، فرزندمون رو توی چرخه غلط که باعث میشه درگیر رتبه و مقام و دستاورد و نتیجه بشه و پشتکار نادیده گرفته میشه. راهکاراشو بعداً بهتون میگیم که چیکار باید بکنین که این موضوع تا حدودی اصلاح بشه.